بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، شیخ الاسلام رحمت الله علیه در عقیده واسطیه چنان ترتیب دادند که اول هر یک مسئله را دلیلش را از قرآن ذکر کردند. وقتی که به هر یک مسئله، علل خصوص در مسئله های صفات، چندین مثال ها از قرآن کریم ذکر کردند، سپس به حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم گذشتند و یک چند حدیث را که آیید صفات های الله سبحانه و تعالی بود ذکر کردند، برای آنکه گفته بودند که ما الله تعالی را وصف میکنیم چی طوری که الله تعالی خود را وصف کرده است و همین گونه چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی را وصف کرده است همین خیلی وصف میکنیم. وصف الله سبحانه و تعالی و وصف پیامبر صلی الله علیه و سلم را تحریف نمیکنیم، یعنی تغییر نمیدیم، انکار هم نمیکنیم، به صفات های مخلوق ها مانند هم نمیکنیم و چه خیلی گفته سوال هم نمیدهیم. واقعا اگر به تاریخ نگاه کنید برادرای عزیز، صحابگان کرام سوال عقیدوی به پیامبر صلی الله علیه و سلم دادگی نیستند، برای آنکه همش واضح، روشن و فهما بود و آنها اینو فهمیدند. لیکن در مسئله های طهارت، در مسئله های نکاح، در مسئله های طلاق خیلی به پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال ها زیاد آمدگی است، لیکن در مسئله توحید سوال کم است، برای اینکه آنها درست درک کردند و این زبان عربی مبین بود، این متشابه نیست، محکم است. برای آنکه اگر ما متشابه گوییم، اکثری آیات های قرآن کریم درباره علم عقیده است. شما حتی به وقتی نزول قرآن اگر نظر کنید، قرآن 13 سال ابتدا در مکه نازل شد، همش آیات های عقیده بود و این 10 ساله که در مدینه نازل شد اگرچه آیات های احکام هم داشت، ولی در بینش و در ضمنش حتی ابتدای آیات و انتهای آیات با عقیدوی، علم های عقیده در داخل آیات بود. بنابراین در پایان انشاءالله به این مسئله اشاره میکنیم. شیخ الاسلام در این کتاب همین خیلی منهج گرفتن که اول قرآن ذکر کردن، مثال ها از قرآن، سپس مثال ها از سنت، سپس عقیده اهل سنت و الجماعت را بیان کردن با لفظ خودشان. و صحبت گذشته آخرین عباره‌ای که گفتیم، بل هم الوسط فی فرق الامه کما ان الامه هی الوسط فی الامم، بلکه اهل سنت و الجماعت در بین فرقه های امت، منظور فرقه های امت اسلام، فرقه های امت اسلام به 73 فرقه تقسیم می شود، 72 تا آنها در گمراهی هستند و در بعض روایت ها 72 نفر در دوزخ آمدگی است. بعضی علما میگن که همین 72 نفر در دوزخ یعنی ضعیف است، میگن همین عباره، همین لفظ حدیث همین قدرش ضعیف است میگن، لیکن حدیث صحیح است. عمومی حدیث امتی من به 73 فرقه تقسیم میشد، یهودا به 71، نصارا به 72 و امت اسلام به 73 فرقه تقسیم میشود. حدیث صحیح است، لیکن لفظ همش در دوزخ بعضی علما میگن ضعیف است، لیکن همش 72 گروه گمراه است. آن 72 گروهی که بعضی هاشون بدعت های مکفره دارند، بدعتی که به سبب هم بدعت آنها حکم کفر میگیرند، مانند تهمت کردن مادر مؤمن ها با آن چیزی که الله تعالی ایشان را از آن پاک کرده است، برای آنکه این رد حکم کتاب است، این کافر میشد مثلا. یا بعضی علما تکفیر حضرت ابوبکر را کفر میدانند و همین گونه، یا اینکه از غیر الله سبحانه و تعالی یاری پرسد، یا اینکه گوید که غیب را پیران ما، استادان ما، بزرگان ما میدانند. این خصوصیت های الله تعالی را
به مخلوق نسبت دادن است. این عقیده های کفری هست، یعنی بدعت های کفری هست، مکفره میگن. بدعتی که باعث کافر شدن صاحبش میشد. لیکن بدعت هایی که سبب تکفیر نمیشد، بدعت هایی که گناه است. حکم بدعت چی است؟ بدعت گناه کبیره است و بعضی علما میگن که از گناه کبیره هم بزرگتر است. برای چی؟ برای آنکه آدمی که گناه کبیره میکند میداند که او گناه کرده ایستاده است و همیشه در دلش سیاهی هست، ترس است و شاید بعضی حالتهای میشد که استغفار پرسد به گناههایش، شاید نیت کند که گشته به همین گناه بر نگردد. یا زمانه میشد یک امر معروف میشنود، یک نصیحت میشنود و نیت میکند که کاش همین عملش رو ترک کرده میتوانست، مانند مواد مخدر که مثلا وابسته شده است، میخواهد ترک کند لیکن نمیتواند. گناه کبیره صاحبش همیشه پشیمان و حرکت میکند که از آن باز ایستد. اما بدعت چی نه؟ برای چی؟ برای که وی کار خود را ثواب میداند و نیتی توبه کردن هم ندارد. بنابراین حکمش از گناه کبیره هم بالاتر است و حکمش گناه کبیره هست. یعنی او در زیر مشیت الله تعالی هست. روز قیامت اگر از بدعتش توبه نکرده از دنیا گذرد، در زیر مشیت الله تعالی، در زیر خواست الله تعالی. الله تعالی خواهد میبخشد، اگر نخواهد به قدر گناهش در دوزخ جزا میدهد، بعد به سبب عملهای دیگر صالحش و ایمانش وارد بهشت میشود. خب اهل سنت و الجماعت در بین این فرقه ها میانه هستند، وسط یعنی معتدل. چه خیلی که امت اسلام هم در بین دیگر دین ها امت وسط هستند. وسط در مصباح المنیر میگن که الوسط بالتحریک، یعنی وسط با فتح واو و با فتح سین. وسط در لغت عرب معناش معتدل، معتدل، میانه. و در اینجا العدل الخیار، یعنی شخصیت های عادل و بهترین. الله تعالی میگه که و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما شما رو همین گونه امتی وسط کردیم، یعنی امت اسلام امتی معتدل هستند. یهودا بعض پیغمبرهای الله را به قتل رسانیدند. نخواد انسان پیغمبر را به قتل رسانه، شخصیتی که به شما راه راست را نشان میده، بر فایده شما سخن میکنه، از شما پول طلب نمیکند، نمیخواهد که به شما ضرر رسد، به قتل رسانیدند. و نصارا پسر الله میگفتند، یعنی از مرتبهش بالا میبردانند، افراط. یهودا تفرید، از مرتبهش پایان میکردند. در تازگی هم یهودا اگر به لباسشان نجاست رسد همانجا رو بریده میپرتایند و اگر زنها هم عادتی ماهانه بیند قمرای آنها نمیشینند، نمیخورند، قطیش گپ نمیزنند، به یک جای محدود میکنند. نصارا چی؟ نصارا همراهشان به آن جایی که از آنجا نجاست میبراید خفت و خواب میکنند. و حتی در دین نصارا افلاس گشتن میگویند یک نوع فخر است. 40 روز طهارت نکرد، فلان سال آب به بدنش نرسانید، افلاس هستند. یهودا بی نهایت از حد گذرانیده تازگی را رعایت میکردند. مسلمان ها وسط هستند، میگویند که مادامی که عادتی ماهانه دارد فقط به همون موضعی که از آنجا نجاست میبراید نزدیکی کردن نمیشد، اما دیگر کارها بوس و کنار و آغوش گرفتن و همراه نشسته طعام خوردن و طعامش را خوردن و هم راهش در یک جا نشستن و صحبت کردن باقی ندارد. این وسط است امتی. خلاصه اهل سنت و الجماعت هم در بین دیگر فرقه ها وسط هستند، معتدل هستند، میانه هستند گفتند. و بعد مثال آوردند فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين اهل التعطيل الجهمية و بين اهل التمثيل المشبهه. اهل سنت و الجماعت وسط هستند، معتدل، مابین هستند در مسئله صفات های الله تعالی، بین اهل تعطیل که آنها جهمیه ها هستند و بین اهل تمثیل که آنها مشبهه ها هستند. اهل تعطیل صفات های الله تعالی را بیکار میکنند. الله تعالی میگه که و غضب الله علیه، الله تعالی به او غضب میکند.
جهمیه ها میگن که الله تعالی غضب نمیکند، انکار میکنند. و مشبهه ها الله تعالی غضب میکند مانند غضب کردن ما میگویند. اهل سنت و الجماعت سخن الله تعالی رو انکار نمیکنند، میگن که بله چه خیلی که الله تعالی خود خبر داد الله تعالی غضب میکند، لیکن نه مانند غضب ما، چون که الله تعالی در دیگر آیات گفت که لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست. ولم یکن له کفوا احد، چیزی به الله تعالی برابر نیست، هم مثل و مانند نیست. لیس له ند ولا شریک ولا ضد، الله تعالی ند شریک ندارد، هم مثل و مانند ندارد، جل جلاله و تقدست اسماؤه. جهمیه نسبتاً به جهم ابن صفوان سمرقندی که در سمرقند به وای رسیده است، بعضی‌ها ترمذی گفتند، برای آنکه در ترمذ زندگی کرده است و بدعت جهمیه را هم در ترمذ آشکار کرده است. مسلم ابن احوز مازنی در مرو سال 128 او را به قتل رسانیده است. مرو یعنی در ترکمنستان امروزه هست، ولایت مریه میگویند، به زبان عربی پیشتر مرو میگفتند. در آخرهای حدود ترکمنستان با ایران زمین قرار دارد. بسیار عالما از مرو برآمدگی هستند، ابوبکر مروزی و غیره. جهم ابن صفوان سمرقندی علم را از کی گرفت؟ از جعد ابن درهم گرفت که جعد ابن درهم را خالد ابن عبدالله قصری سال 124 در روز عید قربان بعد خطبه عید قربان ذبح کرد. خیلی که گوسفند را ذبح میکند، امیر بود. بعد اینکه خطبه کرد گفت که ایها الناس ضحوا ضحایاکم، ای مردم قربانی های خود را قربانی کنید، الله تعالی قربانی های شما را قبول کند. فانی مضحی بجعد ابن درهم، من جعد ابن درهم را قربانی میکنم، چونکه لانه زعم، چونکه او گمان کرد که ان الله لم یتخذ ابراهیم خلیلا ولم یکلم موسی تکلیما، چونکه او گمان کرد که الله تعالی ابراهیم را به خود خلیل نگرفته است و با موسی گپ نزده است. این آیت قرآن است. صراحتا الله تعالی میگه که واتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله تعالی ابراهیم را به خود خلیل گرفت میکرد. و کلم الله موسی تکلیما، و الله تعالی با موسی سخن کرد. جعد ابن درهم صراحتا در حضور مردم میگه که الله تعالی ابراهیم را خلیل نگرفت و با موسی گپ نزد میگفت. بنابراین از منبر فرو آمدند و سرش را گرفتند و ابن القیم به همین عملی این امیر ثنا میگفتند. خلاصه اگر درباره جهم ابن صفوان سمرقندی و عموما فرقه جهمیه اگر معلومات خواهید، در کتاب الملل و النحل در کتاب شهرستانی معلومات آمده است. خلاصه شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که اهل سنت در باب صفت الله تعالی معتدل هستند، یعنی مانند جهمیه ها صفات های الله تعالی را انکار نمیکنند و مانند مشبهه ها به خلق مانند نمیکنند صفات های الله تعالی را. و هم وسط فی باب افعال الله تعالی، و آنها در باب کارهای الله تعالی هم معتدل هستند، بین القدریه و الجبریه، بین قدریه ها و جبریه ها. قدریه ها نسبتاً به تقدیر اینها اعتقاد میکردند که الله تعالی آن کاری که ما امروز میکنیم دین نمیدانست یا تا امروز نمیدانست، بعد کردن ما بعد دانست میگویم، و بنده کار خود را خود می آفرد. هر کاری که بنده میکند این خلق بنده هست، محصول بنده هست، خلق الله تعالی نیست میگفتند. جبریه ها میگن که ما در مسئله تقدیر مجبور هستیم، هر کاری که میکنیم این فعل ما نیست، این فعل الله تعالی هست میگفتند. اهل سنت و الجماعت میگویند که بله این عمل را ما اجرا میکنیم لیکن خلق الله تعالی هست. بله الله تعالی برای ما اختیار داده است، ما در کارهایی که میکنیم مجبور نیستیم. کسی خواهد در آمده صحبت‌های علمی تماشا میکند، گوش میاندازد، کسی خواهد در آمده یک نوارهای بی معنی بی فایده تماشا میکند. اختیار در دست بنده هست، بنده مجبور نیست. و درباره جبریه و قدریه که اینجا چند به رؤوس فرقه ها مثال آوردن شیخ الاسلام، رؤوس یعنی سردارهای فرقه های گمراه مانند جهمیه که درباره گذشت، مشبهه و اینچنین مانند قدریه، جبریه. انشاءالله در پایان کتابم معلوماتی وسیع‌تر می آید. و فی باب
وعید الله بین المرجئه و بین الوعیدیه من القدریه و غیرهم. اهل سنت و الجماعت در باب وعیدهای الله تعالی، وعید هست برادر، وعد است. کتاب اصول اعتقاد امید میکنم که خوانده برآمدید. درباره وعید و درباره وعد هم معلومات هست. وعید وعده به عذاب، وعده به کارهای خیر. وعیدی ها میگویند که الله تعالی وقتی که وعده داد اجرا میکند. بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بلا من کسب سیئه، الله تعالی در سوره بقره میگه کسی که اگر یک کاری گناه کند، بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته، گناهاش او را پیچاند، این آدم اهل دوزخ است. اولئک اصحاب النار، اینا اهل دوزخ هستند، هم فیها خالدون، اینا در دوزخ ابدی میمونند. همین گونه آیات های رو میگیرند و میگن که الله تعالی وعده داد ان الله لا یخلف المیعاد، الله تعالی به وعدش خلاف نمیکند. اینا در دوزخ میسوزند. یعنی این مذهب خوارج و معتزله هست که با سبب گناه کبیره انسان حکمی به کفر میدهند. میگن که کسی که گناه کبیره کرد کافر است، خالدا مخلدا فی النار، ابدیت در دوزخ میسوزد. معتزله ها میگن که بین منزلتین، از دین اسلام میبراید ولی کافر نمیشد، میگن بین کفر و بین اسلام میماند. این خیلی منزله نیست در شریعت. از دین که برآمد کافر است الکی، از حدود اسلام، از حدود دین مقدس اسلام که بیرون برآمد اون طرف الکی کفر است. این عقیده مسلمان است. برآمد کافر میشد، بین منزلتین نیست. لیکن با خوارج در مسئله در دوزخ ابدی ماندنش موافق هستند. یعنی کسی گناه کبیره کند و توبه نکرده از دنیا گذره، در دوزخ ابدالآباد میسوزد. میگم اهل سنت و الجماعت بین اینها و بین مرجئه که میگن که لا یضر مع الایمان ذنب، اعتقاد مرجئه همین که مادامی که لا اله الا الله گفتی، ایمان که داری به الله تعالی، به هستی الله تعالی، به رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم که ایمان آوردی، لا یضر مع الایمان ذنب، دیگر همراهی این ایمان گناه ضرر نمیرساند. چه خیلی که همراهی کفر عمل صالح فایده نمیرساند. یعنی انسان کافر است، عملهای صالحش فایده نمیرساند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به دختر حاتم طایی گفتن که هر کارهایی که پدرت میکرد طبق اسلام بود، اگر پدرت مسلمان میباشد ما با او رحم میکردیم گفتن. یا اینکه حضرت عایشه درباره عبدالله ابن جدعان پرسیدند که یا رسول الله به کمبغل ها خیر میکرد، مهمان نواز بود، در همه راه های خیر دستی خیر داشت، آیا به جنت می‌دارد؟ گفتن که نه، او در دوزخ است. برای آنکه و یگان روز نگفته است که اللهم اغفر لی خطیئتی یوم الدین، پروردگار گناههای مرا روز قیامت ببخش. یعنی مسلمان نبود، به باغ ام معبد در آمدن. بعد گفتن که یا ام معبد من غرس هذا النخل، ای ام معبد این درختای خرما را کی شناند؟ مسلمون هم کافرون، مسلمان شناند یا کافر؟ گفتن که بل مسلمون یا رسول الله، این درختها را مسلمان شناند یا رسول الله. بعد گفتن که ما من مسلمین یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منه انسان او طیر او دابه الا کان له به صدقه یوم القیامه. هر مسلمانی که درخت میشناند یا زراعت میکند، خواه از وی زراعت و درختش از میوهش انسان خورد، خواه حیوان خورد، خواه پرنده خورد، مگر روز قیامت برای او صدقه حساب میشد. مسلمان باشد درختی شناندگیش هم فایده میده. کافر چی نه؟ و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله تعالی میگه ما عملهای کافرها را مانندی خاکی که مقصد میده کرده شده است و به شمال پوف کرده شده است برباد دادیم. میگه مرجئه میگه که همین گونه ای که با همراهی کفر عمل صالح فایده نمیدهد، با همراهی ایمان گناه ضرر نمیکند. قیاسی مع الفارق میکنین، قیاس کرد ولیکن مع الفارق، قیاسی نادرست است. فهمیدید برادرای عزیز؟ بنابراین مرجئه ها از کلمه ارجه و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین، ارجه یعنی اخر، مرجئه یعنی از کلمه تأخیر گرفته شده است.
برای چی؟ برای اون که اخر العمل عن الایمان، عمل را از ایمان به دیر گذاشتن. گفتن که عمل به ایمان داخل نمیشه. مادامی که به یگانگی الله تعالی ایمان آوردی تو اهل جنت هستی. گفتن حتی بعضی فرقه های گمراه ترینشون میگوید که اگر لا اله الا الله محمد رسول الله گفتی با زبان، با دل نگفتی هم وارد بهشت میشه. برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه، کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفت به جنت میدراید. گفتن اگرچه در قرارت قلبت ایمان نداشته باشی هم به جنت میدرایی. گفتن و این گپی آنها اگر راست میشد منافقا به جنت میدرآمد. الله تعالی گفت که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقها در درکه پایان ترین آتش دوزخ میسوزند. و بعضی فرقه بعد اینها گفتن که لا اله الا الله محمد رسول الله را با زبان نگوید لیکن در قرارت قلبش اگر ایمان داشته باشد به یگانگی الله تعالی و به رسالت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وای مؤمن است. گفتن اگر این گپی آنها راست میشد فرعون ایمانش ایمان حساب میشد، او کافر حساب نمیشد. برای اینکه فرعون الله تعالی که واستیقنتها، در قرارت قلبش ایمان داشت. فرعون میدانست که الله تعالی یگانه است، موسی پیغمبر الله تعالی است، میدانست در قرارت قلبش. اما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب هم مسلمان حساب میشد اگر قول مرجئه ها راست میشد. برای اینکه ابو طالب نه فقط در قرارت قلبش به رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان داشت و به یگانگی الله تعالی ایمان داشت، بلکه در شعرهاش هم در سخنهاش هم میگفت والله میگفت بهترین دین در این دنیا دین محمد است. اگر ملامت قوم یعنی به قول خودش یعنی ناموس ملی نمیشد، من در این دین پیش قدم میافتی به جای حضرت ابوبکر. لیکن واقعا ابو طالب خدمت شایسته به این دین مقدس اسلام کرده است. نمیگذاشت یگان کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم دست رساند. تا روزی که زنده بود پشتبان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به اسلامش حریص بودم و وقتی که حتی وفات کرد لا استغفرن لك ما لم انه عنك، هر آینه من به تو استغفار میپرسم از درگاه الله تعالی، میپرسم که الله تعالی گناه تو رو مغفرت کند مادامی که الله تعالی مرا من نکند. با الله تعالی گفت که ان تستغفر لهم او لا تستغفر، خواه استغفار پرسی خواه استغفار نپرسی، اگرچه 1000 مراتب استغفار پرسی الله تعالی نمیبخشد. گفت با وجود همین استغفار پرسیدن برای آنکه گفتن که مرا نهی نکرده است. استغفار پرسی نپرسی 1000 مراتب پرسی هم فایده نمیدهد. گفت نگفت که استغفار نپرس، بنابراین استغفار میپرسیدند در حق ابو طالب. حتی آیت آمد که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، برای پیغمبر و برای مؤمن ها اجازت نیست که در حق مشرک ها استغفار پرسند. دیگه الله تعالی منع کرد، دیگر باز ایستادند. و وقتی که عباس اما که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید که یا رسول الله ابو طالب به شما بسیار خدمت کرد و این دین مقدس اسلام خدمت کرد، شما برای او فایده میرسانید؟ گفتن که بله، او در پایان دوزخ بود، من او را به بالاترین دوزخ گذاشتم. بدنهای ابو طالب نمیسوزد ولیکن در زیر قدمهایش دو لخچه مانده میشد که یغلی منهما دماغ، از گرمی آن دو لخچه دماغش میجوشد. گفتن یعنی آبهایی که در داخل انسان است میجوشد، از دماغش بیرون میبرد جوشیده آباش، لیکن تمام بدنهاش در آتش دوزخ نمیسوزد. یعنی در روی دوزخ است. این است یعنی که همین قدر یاردم کرد، همین شفاعتی خاص هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم از عذاب پسترین به عذاب از عذاب وزنینترین به عذاب سبکترین شفاعت کردن ابو طالب را، برای آنکه خدمت کرده بود به این دین مقدس اسلام و در قرارت قلبش هم در زبانهاش هم در سخنهاش هم تصدیق میکرد، ولی لا اله الا الله نگفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یا عم قل لا اله الا الله کلمه احج لك بها عند الله، ای عمک لا اله الا الله گو، همین کلمه که من در پیشگاه الله تعالی حجت میبرم، دلیل میبرم برای مسلمانی تو، شفاعت میکنم. انا فی دین عبدالمطلب گفته از عالم چشم پوشید، نسأل الله السلامة و العافیه. من در دین عبدالمطلب گفته از دنیا گذشتم. خلاصه اگر
این سخن مرجعه ها راست میشد، ابو طالب همه کی پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان میشد. و این دو از همه قول باطل ترین مرجعه ها. سوم قولشون این است که کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله با زبان گوید و با دل تصدیق کند دیگر یگان عمل نکند وارد بهشت میشد گفتند. یعنی با زبان هم گوید با دل هم گوید. اگر این گپی آنها راست میشد شیطان وارد بهشت میشد. برای آنکه شیطان میداند که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. حتی شیطان در قسمهاش هم با الله تعالی شریک نمیبیارد. فبعزتک لاغوینهم اجمعین. قسم به بزرگیت او نه به نان قسم خورد و نه به راه قسم خورد و نه به پدر و مادر و به فرزنداش قسم خورد و نه به زن طلاق قسم خورد و شیطان به الله قسم میخورد. شیطان در قرارت قلبش هم در زبانهاش هم اعتراف میکند که غیر الله تعالی دیگه معبودی بر حق نیست و بر رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم ایمان دارد، باور دارد که حضرت محمد علیه السلام حق هستند، ولی عمل نکرد. الله تعالی وقتی گفت که سجده کن سجده نکرد. اگر این سخن مرجعه ها راست میشد شیطان از اهل جنت میشد. شیطان با اجماع علما از اهل دوزخ است و کافر است، برای آنکه عمل را از ایمان دیر پرتاف عمل نکرد به علمی که داشت. خلاصه برادرای عزیز، اهل سنت و الجماعت بین مرجعه ها و بین خوارج و وعیدیه، آنهایی که وعید سخت می‌رمون که ان الله لا یخلف الميعاد، الله تعالی با وعدهش خلاف نمی‌کند. بله، الله تعالی با وعدهش خلاف نمی‌کند. با وعده خلاف نکردن این صفت کمال است. من گویم که مثلا قرآن را حفظ کن، برایت مثلا یک ماشین تحفه میکنم، این وعده است. با وعده وفا کردن این صفت کمال است. با وعید وفا کردن، وفا نکردن صفت کمال است. گوییم که اگر فلان عمل را کردی فلان جزایت را میدیم گوییم، لیکن عفو کنیم، این صفت خوب است. عفو کردن یعنی الله تعالی به وعده هایش وفا میکند، لیکن به وعید هایش وفا نکردنش ممکن که این صفت کمال است. الله تعالی رحمتش غضبش را غلبه کرده است. یک انسان گناه میکند، الله تعالی قادر است که به عذاب دهد، قادر است که رحم کند و عفو کند و مغفرت کند. رحمتش غلبه میکند. بنابراین فرق بین وعده هست و بین وعید است. گمراهی هر یک فرقه ها برادرای عزیز، یکی از سببهاش ماهر و عالم نبودن به زبان عربی، بسیارش عجم بودن. این جهم ابن صفوان سمرقندی هم عجم است، تاجیک است. جعد ابن درهم هم از همین طرف های خراسان است، میگن یعنی عجم است. اکثری بدعتچی ها یا لغت عربی را خوب نمیفهمد یا عجم است. من یعنی سبب یکی از سببهاش لغت عربی را نمیفهمد، مدلول لغت عربی را نمیدونن، لغت عربی به چی دلالت میکند. خب وعیدیه یعنی آنهایی که میگن که الله تعالی به وعیدش خلاف نمیکند. من القدریه و غیرهم، از قدریه ها و از غیر قدریه ها، یعنی خوارج، معتزله و غیرهم. اهل سنت و الجماعت معتدل هستند. میگویند که مسلمان اگر رفت و گناه کبیره کند کافر نمیشد. مثلا دزدی کرد کافر نمیشد مادامی که حلال نشمارد، یا یک شخصی را به قتل رسانید کافر نمیشد، لیکن گناه کبیره گرفت. اگر توبه نکرده از دنیا گذرد، الله تعالی روز قیامت خواهد او را عفو میکند، خواهد به قدر گناهش جزا میدهد. مسلمان است فاسق بکبیرته، مؤمن به ایمانه فاسق بکبیرته. میگن به سبب اینکه ایمان دارد مؤمن است، به سبب اینکه گناه کبیره کرد فاسق است. فاسق یعنی از دین برآمد، یعنی از منهج دین برآمد، نه به پررگی. به پررگی برآید و کافر است، فاسق میگویند. اما خوارج و معتزله از دین برآمد میگن، خوارج کافر میگن، معتزله بین منزلتین میگن، بین مسلمان و بین کفر باقی میماند میگن و در آخرت ابدالآباد در دوزخ میسوزد میگن. اهل سنت و الجماعت به سبب گناه کبیره یگان کس را حکمی به کفر نمیدهند مگر اگر کفر اجرا کند. عرق نوشید گناه کبیره است، عرق، قمار گناه کبیره است، زنا گناه کبیره است، عاق پدر و مادر گناه کبیره است،
غیبت گناه کبیره هست، لیکن به سبب این گناه ها انسان از دین مقدس اسلام بیرون نمی براید. و فی باب الایمان و الدین بین الحروریه و المعتزله و بین المرجئه و الجهمیه. و در باب ایمان و دین که در بالاش کمتر اشاره کردیم، بین حروریت و معتزله هستند. حروریت نسبتا به حرورا، یک دهه در چی است؟ در عراق است که همونجا جمع شدن و بر ضد حضرت علی خوارج بر آمدن. بنابراین خوارج را گاه حروریه گفته میشد. حضرت عایشه چه خیلی که در صحیح بخاری مسلم ثابت است، احروریت انتی، تو حروریه هستی مگر؟ گفتن. یا زن پرسید که ای حضرت عایشه برای چی ما روزه را قضا داشته میدیم و نماز را نه؟ اگر قیاسا گرید باید نماز را قضا داشته دهید. یعنی زنهایی که عادت ماهانه میبینن 3 روز مثلا نه نماز خواندن نه روزه، قیاسا اگر گرید بعد رمضان باید نماز خوانده دهد، برای اینکه نماز یگان غیر حایزه و نفسا به دیگه یگان کس اجازت نیست که نخواند. حتی به کسی که شل است شریعت اجازت نداده است که نماز قضا کند. حتی در وقت جنگ که از 4 طرف تیر آمده ایستاده است، الله تعالی به 2 تقسیم شدن، نشسته خواندن، حتی راه گشته خواندن اجازت داد. راهی رهروان نماز خوان گفت، نشسته خوان، خواب رفته خوان، در کدام حالت باشد، بی طهارت، بی تیمم. یک آدم طهارت کرده هم نمیتونه، تیمم هم کرده نمیتواند. وقت میبراید بدی 5 دقیقه، نه تیمم به امکانیت دارد نه طهارت، همین خیل نیت کرده نماز میخواند. نشسته خوانده نتواند، در حالت خواب کردنش، اگر هیچ کار کرده نتواند، انا همین خیل در حالت خوابش با چشمش و با زبانش نماز میخواند. لیکن روزه صحت سلامت باشدم، در مسافر باشد، الله تعالی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، اگر یکی شما در سفر باشه بیمار باشه از دیگر روزه داشته تید. روزه سبوک است. لیکن برای چی بعد سپری شدن رمضان زنی که حایضه بود یا نفسا داشت نماز را قضا داشته نمیتید و روزه را قضا داشته میتید؟ علی غیر قیاس. نماز مرتبهش خیلی بلند است از روزه، لیکن شریعت روزه را قضا داشته تیو نماز از تو عوف است گفت. بنابراین این زن وقتی که اعتراض بیان کرده یا حضرت عایشه برای چی ما نماز را قضا نمیخوانیم و روزه را قضا داشته میدیم؟ احروریت انتی، تو مگر حروریه هستی؟ گفتن تو خوارج هستی؟ لست بحروریت ولکنی اسأل، من حروریه نیستم ولیکن من فقط میپرسم. گفتن حروریه خیلی که گفتیم نسبتا به حرورا، نسبتا به یک دهه در عراق که از همونجا جمع شدند و ضد حضرت علی خوارج خروج کردند. خوارج از کلمه خرج یخرج گرفته شده، اونایی که بر ضد علی بر آمدند خوارج بودند. معتزله چی؟ معتزله اینها اصحاب واصل ابن عطا که اینها در مجلس حضرت حسن بصری، یکی از بزرگترین شخصیت های تابعین در بصره، در درس اشتراک میکرد. بعد حضرت حسن بصری وقتی که درباره حکم مرتکبی کبیره گپ زدند که کسی که گناه کبیره کند از اسلام بیرون نمی شود، در همین حالت بیناشان خلاف فرامد و واصل دیگر مجلس حسن بصری را ترک کرد. بنابراین حضرت حسن گفت که اینه قد اعتزلنا، او ما را اعتزال کرد، یعنی از ما گوشه‌نشینی کرد، یعنی مجلس علمی ما را دیگر ترک کرد. فسموا معتزله، برای همین هم معتزله نامیده شد از کلمه اعتزال. خب شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که اهل سنت و الجماعت در باب ایمان و دین بین حروریه و معتزله و بین مرجئه و جهمیه معتدل هستند. یعنی چه خیلی که گفتیم مرجئه ها و جهمیه ها و گناه های کبیره غضب هم نمی کنند. شاگرداشون رو بینید، اشعری ها، ماتوریدی ها، حرمات الله تعالی پایمال میشد، غضب ندارند، پروا ندارند، گناه اجرا میشد، غضب در راه الله تعالی ندارند. برای آنکه میراث علم را میراث از کی گرفتن؟ از جهمیه ها. از اصلش
از معتزله گرفتن و معتزله ها از جهمی ها علم گرفتگی است. جهمی ها از جعد ابن درهم و نسب جعد ابن درهم به عبدالله ابن سبع یهودی میرسد. شیخ الاسلام رحمت الله علیه در چند جای کتاباشون نسب اهل بدعت را بیان کرده هستند، یعنی اسناد آنها را، اسناد علمی آنها به کی رفته میرسد؟ همه آنها رفته به عبدالله ابن سبع یهودی یا اینکه به یک لبید عاصم یهودی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را سحر کرده بود به همان میرسد. میگویند و فی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بین الروافد و بین الخوارج. در مسئله صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم اهل سنت و الجماعت بین رافضی ها و بین خوارج هستند. کلمه رافضی از کلمه رفض گرفته شده، معناش ترک است. برای چی این گونه نامیده شدن؟ برای آنکه وقتی که به حضرت زید بن علی بن حسین گفته شد که از دو شیخ از ابوبکر و عمر بیزاری اعلام کن، گو که من از ابوبکر و عمر بیزار هستم بگو. وقتی که همین گونه گفتن حضرت زید بن علی بن حسین یعنی ترک کردن، رفضه، یعنی این طلبی آنها را رد کردن، قبول نکردن. بنابراین وقتی که رد کردن قبول آنها را، فرفضوه، آن حضرت را آنها ترک کردن، فسموا رافضه، بنابراین هم رافضه نامیده شدن. اما قدریه ها نسبتاً به تقدیر است پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که در سنن ابو داود آمده است که القدریه مجوس هذه الامه، قدریه مجوس این امت است. مجوسی ها دو اله را اثبات میکنند، یا خدای نفس یا خدای بد، یعنی به دو خدا قائل هستند مجوسی ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که القدریه مجوس هذه الامه، قدریه ها مجوس این امت است، برای آنکه آنها به دو خالق اعتراف دارند. میگن که الله تعالی ما را آفرید و ما عملهایی که ما میکنیم آن را ما آفریدیم. حالا که الله تعالی میگه والله خلقکم و ما تعملون در سوره صافات، الله تعالی شما را هم آفرید، آن عملهایی که شما میکنید و هم الله تعالی آفرید. آنها میگفتن که نه، کارهایی که ما میکنیم و ما آفریدیم، یعنی دو خالق اثبات میکنن. و اهل سنت و الجماعت بین این و بین آن یعنی معتدل هستند، گفتند شیخ الاسلام رحمت الله علیه. رافضی ها در مسئله صحابه ها تکفیر میکردن، طعنه میزدن، صحابه ها را حقارت و دشنام میدادن. خوارج به آل بیت خروج کرد، حضرت علی رضی الله عنه را به قتل رسانید، حضرت حسن را به قتل رسانید. در مسئله آل بیت هم ناصبی ها آل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را حقارت و دشنام میکند. رافضی ها به مرتبه الوهیت میبردارند، میگن که یعنی آل بیت غیب را میداند، میگویند و این در کتاباشون ثابت است و غیب را میدانند میگن و آنها با خواهش آنها بسیار کارها در این کون اجرا می شود. میگویند بسیار خصوصیت های الهیت، خصوصیت هایی که الله تعالی خاص آن صفت های الله تعالی است به بعض آل بیت میدهند. از مرتبه پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بالا میبردند، برای مرتبه الوهیت میبردند. اما ناصبی ها تحقیر میکنند، کافر میگویند. اهل سنت معتدل هستند، میگن که ما خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می‌داریم و آنها را احترام میکنیم و اینچنین صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم را هم احترام میکنند، دوست می‌دارند. همین گونه بین رافضی ها و بین خوارجی ها اهل سنت و الجماعت معتدل هستند. گفتند بعد شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع عليه سلف الامه من انه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم اينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. و در حقیقت در آمد به آن ایمانی که ما در بالا گفتیم که ما باید ایمان به الله تعالی بیاریم
و این سخن داخل می شود ایمان آوردن به آن خبرهایی که الله تعالی در کتابش خبر داده است و از پیامبر صلی الله علیه و سلم به طریق متواتر ثابت شده است و علمای امت سلف این امت از صحابه ها و تابعین و تبع تابعین به آن اجماع کردند که الله سبحانه و تعالی در بالای هفت قبت آسمان و در بالای عرش علی علی خلقه از خلقش بالا هست و هو سبحانه معهم اینما کانوا و الله تعالی همراهی آنها هست در کجایی که باشند. هر کاری که آنها میکنن الله تعالی میداند. چه خیلی که انا همین دو بحث رو در یک آیت جمع کرد. یعنی الله تعالی هم در بالا هست و هم همراهی آنها هست. برای اینکه الله تعالی ذات عظیم است. تمام مخلوقات در پیش پروردگار یک ذره حساب نمیشد. تمام آسمان ها با وجود عظمت و بزرگیش در نزد کرسی مانند یک انگشترین در یک بیابان است و کرسی با همراهی هفت قبت آسمان و زمین و تمام مخلوقات و موجودات در پیشگاه عرش پروردگار مانند انگشترین در یک بیابان عظیم است و همه این مخلوقات در قبضه پروردگار است. بنابراین الله تعالی در بالا هست و نزدیک است. الله سبحانه و تعالی این دو صفت را در یک آیت جمع کرد. هم در بالا هست و هم نزدیک است. هیچگاه به همدیگر ضد نیست. یکی از سبب‌های گمراهی آنهایی که الله تعالی در همه جا گفتند انا همین آیت ها هست و هو معکم اینما و هو معهم اینما کانوا. الله تعالی همراهی مردم است در کجایی که باشند. میگن که همراهی مردم با ذاتش است و این کفر است. برای آنکه الله سبحانه و تعالی ذات عظیم و ذات کبیر است. چه خیلی که در چند آیات ها آمده است. و هو الکبیر. الله تعالی ذات کبیر است و این آسمان های زمین ها کوچک است. یعنی این چیزا الله تعالی رو احاطه نمی کند. وقتی که الله تعالی همراهی شما هست میگه این دلالت نمی کند که کلمه مع یعنی همراهی این است که انسان چسبیده باشد به یک چیز. برای آنکه لغت عرب هم به این دلالت نمی کند. خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه این را در دیگر جا گفتند. مثلا در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اللهم انت صاحب فی السفر والخلیفه فی الاهل. پروردگارا پیش از آن که انسان به سفر برآمد در بالای شتر یا در بالای مرکب خود نشست این دعا را میگوید اللهم انت صاحب فی السفر. پروردگارا تو در سفر من همراهی من صاحب هستی. هم صحبت یعنی همراهی من هستی. و الخلیفه فی الاهل و به اهل و عائله هم توی من جای نشین مانده میبرم. یعنی آنها رو به حفظ و حمایه تو توکل میکنم میسپارم. و در سفرم تو همراهی من هستی و بعدی من به سفر برآمدم تو همراهی اهل و عائله هستی و با وجود این در بالای عرش است الله تعالی. هیچ گپی ندارد. لیس کمثله شیء. الله تعالی مانند او چیزی نیست. الله تعالی به همه کار قادر است. بنابراین کلمه مع معناش در لغت عرب مصاحبه هست. یعنی همراه بودن. لیکن همراه بودن به معنای اینه که مخالطه و ممازجه باشد. هر دوش به دیگه چسبیدگی باشد. خیلی که الله سبحانه و تعالی میگه که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد رسول الله است. آنهایی که همراهی پیغمبر است. یعنی که آنها همراهی پیغمبر در خانهشون خواب هستند. همراهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدنهاشون به بدن پیغمبر رسیدگی هست. یک جای هستن. نه بعضیشون حتی در یمن بودن. بعضیشون در دیگر کشورها پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستانیدن. مثلا معاذ به یمن فرستاندن. ابو موسی اشعری به یمن فرستانیدن. صحابه های به شهر و ناحیه ها تقسیم کردند. مگر آنها زیر این آیت نمیدارن؟ الله تعالی میگه محمد رسول الله والذین معه. محمد رسول الله است. آنهایی که معه همراهی محمد است یعنی صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم. آنها صفت آنها این است که بر مسلمان ها مابین همدیگر مهربان هستند. با مسلمان ها مهربانی میکنن ملایمی میکنن. اشداء علی الکفار. با کافرها سختگیر و درشت معامله هستند. یعنی عکسی صفت اکثریت امروزه مسلمان ها. خب مع در اینجا معنی این رو ندارد که یعنی همه صحابه ها همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک جا همراه میگردن، همراه میشنن، همراه میخیزن. نه، بلکه وقتی که حضرت عمر از دنیا وقتی جان سپاریدنش نزدیک بود حضرت عبدالله ابن عباس در آمده گفتن که ای امیر مومنان خوش خبر ده
همه وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم را میشنیدم که دخلت انا و ابوبکر و عمر، كنت انا مع ابی بکر و عمر، من در همراهی ابوبکر و عمر در آمدم و من همراهی ابوبکر و عمر در یک جا بودم، همراهی ابوبکر و عمر نشستیم، بر آمدیم همراهی ابوبکر و عمر. یعنی بسیار وقت همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم و همراهی دوستی نزدیکشون ابوبکر ذکر میشدی و پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا از تو راضی شده رفتن و امروز هم تو از دنیا رفته ایستاده خوش خبر ده، گفته دل برداری کردم. مقصد این است که بسیار وقتا پیامبر صلی الله علیه و سلم همراهی ابوبکر و عمر بودن و بسیار وقتا همراهی عایشه بودن. یعنی همه وقت همراهی صحابه ها نبودن، لیکن الله تعالی صحابه هایی که همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم است صفتشون این است که بر میان همدیگر مهربان هستند و بر کافرها سختگیر است. یعنی معنای مع این معنا رو نداره. انسان میگه که مالهای من همراهی من است، میگه مثلا میگه که شنیدیم که مقصد مالها غصب کردن، نمیگه مالها در همراهی من است، مالها در همراهی من است. یا شنیدیم که از زنت جدا شدی، ممکن است زن من همراهی من است، حالا که زنش در دیگر کشور است، به حج آمده است، امروز در حج دو حاجی همدیگه رو میخورن، ممکن شنیدیم که فلان عائلت جواب دادی، ممکن عائلم همراهی من است، اهلی معی، عائله من همراهی من است، یعنی در نکاح من است، همراهی من است، یعنی زندگی دارد همراهی من، یعنی در نکاح من است. یعنی کلمه مع شرط نه که یک جا باشید. وقتی که الله تعالی همراهی شما هستم گفت، معنای اینو ندارد که الله تعالی با ذاتش همراهی ما باشد. فهمیدید برادران؟ خلاصه معیت الله سبحانه و تعالی از معیت مردم فرق میکند و در لغت عرب هم به این چیز دلالت نمی کند که وقتی که الله تعالی همراهی شما هست میگوید، این معنی اینو ندارد که الله تعالی با ذاتش همراهی انسان ها باشد. الله تعالی در این آیت گفت، این آیت رو ما پیشتر در دیگر درس ها شرح و ترجمه کردگی هستیم، بنابراین ترجمه عادی میکنیم. هو الذی خلق السماوات والارض، الله تعالی ذاتی که هفت قبت آسمان ها و زمین را آفریده است، فی سته ایام، در 6 روز، ثم استوى علی العرش، سپس بر بالای عرش برآمد. اگر ما استولا گوییم، چه خیلی که اهل بدعت یک شعری با فتقتی استولا ترجمه کردن، یعنی بعد اینکه در 6 روز زمین و آسمان ها را آفرید، سپس الله تعالی صاحب عرش شد. تا این دم صاحب عرش کی بود؟ سبحان الله. این هیچ معناش دوری نمیگیرد. استولا کلمه که تا این دم همین چیز مالکیت دیگر کس بود و از همین روز اعتبارا این شخص صاحب شد. این نادرست است، این معنا دوری نمیگیرد. الله تعالی بر بالای عرش قرار گرفت. یعلم ما یلج فی الارض، میداند هر چیزی که به زمین میدراید، و ما یخرج من، هر چیزی که از زمین میبراید، و ما ینزل من السماء، هر چیزی که از آسمان نازل میشد، و ما یعرج فیها، هر چیزی که به آسمان میبراید، و هو معکم اینما کنتم، الله تعالی همراهی شما هست هر کجایی که باشید. والله بما تعملون بصیر، الله تعالی به هر عملی که میکنید بینا هست، گفت در آخرش. ببینید، بنابراین الله تعالی اگرچه در بالا هست، همراهی مردم هست و این معنای آن ندارد که این دو معنا به هم دیگر ضد باشد، که الله تعالی هم در بالا باشد و هم همراهی مردم باشد. وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلط بالخلق، این شیخ الاسلام تفسیر کردن، گفتن که معنای وهو معكم این نیست که مختلط بالخلق، الله تعالی آمیخته با خلق باشد. فإن هذا لا توجبه اللغة، این گبرا لغت عربی واجب نمیکنه، یعنی لغت عربی به این معنا دلالت نمیکنه. و هو خلاف ما اجمع علیه سلف الامه، و این معنا خلاف اونه که سلف امت اجماع کردن. کدام معنا؟ یعنی این است که الله تعالی همراهی مردم است، یعنی مختلطون بهم، با آنها آمیخته است. در زمین همراهی مردم است، در خانه هاشان قطعی آنها است، در بازارها قطعی آنها است. این کلمه نه همین معنا رو نه لغت عرب دلالت میکند، نه این، و این خلافی آن اجماعی که سلف امت کردند. و خلاف ما فطر الله علیه الخلق، و این چنین گفتن که این خلافی آن چیزی که الله تعالی خلق را طبیعتاً به همین چیز آفریده است. طبیعت مردم همین طبیعتاً میدونن که الله سبحانه و تعالی در جهتی بالا هست. بل القمر آیت من آیات الله من اصغر مخلوقاته، بلکه ماهتاب یکی از مخلوقات خرد الله تعالی است، یعنی نسبتاً به ستاره های و به آفتاب و نسبتاً به آسمان و به آسمان دوم و سوم و نسبتاً به عرش و کرسی و نسبتاً به دیگر مخلوقات، ماهتاب یک مخلوق خرد است. و هو موضوع فی السماء،
ماهتاب در آسمان گذاشته شده است و هو مع المسافر اینما کان. ماهتاب همراهی مسافر است در کجایی که باشد. در کجا شب در دیگر کشور بود ماهتاب همراهشان بود، امروز سحری در دیگر جا رسیده آمد ماهتاب همراهشان است. و هو سبحانه فوق العرش رقیب علی خلقه. الله سبحانه و تعالی در بالای عرشش است، رقیب است بر خلقش، یعنی مناظره آنها را نظارت میکند، آنها در نظر الله تعالی هستند، آنها را رقابت میکند. مهیمن علیهم، یعنی الله تعالی از احوال آنها با خبر است. مطلع الیهم، از هر یک عملی که میکنه الله تعالی آگاه است. الی غیر ذلک من معانی ربوبیه، غیر این از معناهای ربوبیت. الله تعالی یگانه است در ربوبیتش، یعنی در کارهایش و در ملکش. الله تعالی یگانه است، یک کسی به الله تعالی مانند نیست، شریک ندارد. یعنی این صفات خاص الله سبحانه و تعالی است. و کل هذا الكلام الذي ذكره الله من انه فوق العرش و انه معنا حق على حقیقته، هر یک سخنی که الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرده است که در بالای عرش است، با وجود این او همراهی ما است، حق است، بنابر حقیقتش است. حق است علی حقیقته، حقیقتا الله تعالی در بالای عرش است، حقیقتا الله تعالی همراهی ما است. سه یک شب آخر الله تعالی نازل میشد. سه یک شب آخر اروپا مانند سه یک شب آسیان است، یا مانند سه یک شب امریکان است. اگر گیرید همه وقت گویا الله تعالی در آسمان دنیا هست. الله تعالی سه یک آخر شب به آسمان دنیا یه نوع نزول میکند، میفراید که آن نزول به خود مناسب است، ما کیفیتش را نمیدانیم. با وجود این الله تعالی در بالای عرش است. و وقتی که خیل الله تعالی هم در عرش می شده است و هم در آسمان می شده است میگوید انا همین الله کی یکمش صفتی کیفه، یعنی چی خیل الله تعالی به این قادر است، یعنی این کار ناممکن است، این عقیده باطل است. و کیفه گفته سوال کردن بدعت است از صفات های الله تعالی، مادامی که الله تعالی گفته است ما قبول داریم. و این چنین ذهنی و فهمی آنها نمیگیرد که الله تعالی به همه کار قادر است و الله تعالی مثل مخلوقات نیست. بله مخلوق اگر در یک جا نباشد در دیگر جا باشد، دیگر مکانی که در آنجا حضور ندارد اونجا از او خالی است. اما الله تعالی لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست. بنابراین که حق علی حقیقته، حق است طبق حقیقتش، لا یحتاج الی تحریف، حاجتی به تحریف ندارد. حاجت ندارد که ما این حرفش یک حرفش تغییر تیمو معناش دیگر کنیم. حاجت ندارد که به یک معنایی که لغت عرب به آن دلالت نمی کند، رفت جمله دلالت نمی کند، به همون چیزا برده رسانی ما میمونه ترجمه کنیم. حاجت ندارد. حق علی حقیقته ولکن یصان عن الظنون الكاذبه، لیکن از گمانهای بد محافظت کرده میشد. چی خیل مقصد گفته میشد که الله تعالی مانند مخلوق ها نیست، گمانی بد نکن. الله تعالی غضب میکنه مانند غضب انسان ها نیست، خرسند میشد مانند خرسندی انسان ها نیست، خنده میکند مانند خنده انسان ها نیست، میفراید مانند فرامدن انسان ها نیست. لیس کمثله شیء، این گپی الله تعالی است، گپی ما نیست. الله تعالی مانند هیچ چیزی نیست. الله تعالی یگانه است. و قد دخل فی ذلک الایمان بانه قریب من خلقه، به همین سخنایی که در بالا گفتیم داخل میشود اینکه الله تعالی قریب است به خلقش، به خلقش نزدیک است. با وجود اینکه الله تعالی در آسمان است، الله تعالی به خلقش در بالای عرش است و در بالا است، به خلقش نزدیک است، و حالا که خلق در زمین هستند. کما قال تعالی و اذا سالك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اگر بندگان من از من بپرسند بگو که من قریب هستم، من نزدیک هستم، دعای دعا کننده را قبول میکنم. گفت الله تعالی گفت که فانی قریب، من نزدیک هستم. قریب یکی از نامهای الله تعالی و یکی از صفاتش این است که الله تعالی به مخلوقاتش نزدیک است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که شیخ ذکر کرده و قال نبی صلی الله علیه و سلم ان الذی تدعونه اقرب الی احدکم من عنق راحلته، آن ذاتی که شما او را دعا میکنید و از او یاردم میپرسید و از گردن شترتان دیده به شما نزدیک است. و ما ذکر فی الکتاب والسنه من قربه و معیته لا ینافی ما ذکر من علومه و فوقیته. و آن وصف‌هایی که الله تعالی درباره همراهی مردم بودنش و نزدیک به انسان‌ها بودنش آمده است در قرآن، نفی نمی کند آن صفات‌هایی که الله تعالی در قرآن ذکر کرده است که او در بالا هست و در بالای تمام مخلوقات است. یعنی هر دوش هم در قرآن آمده است. برادرای عزیز، الله تعالی در چند جای قرآن گفته است که الله تعالی در بالا هست
و در چند جای قرآن گفته است که الله تعالی به مردم نزدیک است، همراهی آنها هست. این معنای آن ندارد که هر دو گپ به همدیگر ضدیت دارد. فانه سبحانه لیس کمثله شیء فی جمیع نعوته، چون که الله سبحانه و تعالی در یگان صفاتهایش به او کسی مانند نیست. صفاتهایش خاصی از آن الله تعالی است. و هو علی فی دنوه، الله تعالی در نزدیکیش بالا است، اگرچه به ما نزدیک است او در بالا هست. قریب فی علوه، اگرچه در بالا هست او برای ما نزدیک است. در همین قدر کفایتی میکنیم. والله اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.